بسیار پدرها و مادرها خوشا به حال کسی پدرش و مادرش زنده هست، پاهاشو نبوسه کنه، دستاشو نبوسه کنه. حالا بعضی ما و شما بابای جون یا اچه جون یا ابای جون گفتن یاد نگرفتیم که ابای جون بگیم. همون قدر همت مونم یا که جونش بگیم که از جون بالاتره برای ما و شما، سبب پیدایشی ما و شما در دنیا هست. بعضی ما و شما 20 30 و 40 سال، بعضی ما تا مردن ما در حولی پدر زندگانی کردیم، از اونجا کلان شدیم، از اونجا نام و نسب گرفتیم، از اونجا ایمان گرفتیم، نماز و روزه گرفتیم، صدقات احسان گرفتیم، از اونجا مسجد رفتن، جنازه رفتن، سر منزل رفتن، تراویح خواندن، تراویح رفتن، صدقه در ماه شریف رمضان بردن، همه چیز از خانه پدر و مادر یاد گرفتیم. همه اصل ایمان شریعت، مدرسه اولین و آخرین بنده خانه پدر و مادر، که خدا در آیت قرآن به ایمان پدر و مادر برابر کرده است. در بعضی آیت به نماز روزه، در بعضی آیت با ایمان برابر کرده است. یا ایها الذین آمنو گفته، بعد ایمان پدر و مادر گفته است.